سوال ما برای مسلمانای برای مؤمنای میخواهی به اندازه 10 غلام آزاد کردن ثواب بگیری به همین تمام نه در نامه اعمالت 100 ثواب نوشته بشود و از گناه های خطاگاهی که هر روزه میکنی 100 تاش پاک بشود. از همه مهمش در همون روز از شیطان محفوظ باشی، یعنی شیطان تو را هیچ کار کردن و در آن روز هیچ کس به برابر تو شیده نمیتونه بجز اون نفری که این کار زیادتر انجام میده. این چی است؟ یگان کوه چپا کردن، مسجد ساز کردن، کوپروک ساز کردن، چی کار قین است که قدر ثواب و ثمره داره؟ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. این معنای حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم از مختصر صحیح بخاری. پس امروز که خداوند برای ما این شانس داده است، این شانس خوب استفاده بریم. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.